بعد تمام شورا از جای برخسته عیسی را به نزد حاکم پیلاطس بردند و به عیبدار کردن او شروع نموده گفتند: ما انیق کردیم که این آدم مردم ما را از راه می زند. وی به شاهنشاه سپاریدن انداز را منع می کند و حتی خود را مسیح و پادشاه می نامد. پیلاطس از او پرسید: مگر تو شاه یهودیان هستی؟ عیسی به وی جواب داد: تو خودت همین طور می گویی. پیلاطس به کاهنان کلان و مردم گفت: من در او هیچ عیب نیافتم. ولی آنها در گپ خود ایستاده می گفتند: او با تعلیماتش تمام مردم یهودیه را به شور می اندازد. از جلیل سر کرده تا اینجا آمد. پیلاطس این را شنیده گفت: این آدم از جلیل است؟ و چون فهمید که عیسی از ولایت بوده است که در زیر حکمرانی هرودوس است، او را به نزد هرودوس فرستاد. خود هرودوس همان وقت در اورشلیم بود. هرودوس عیسی را دیده بسیار خرسند شد، زیرا کیها باز او را دیدن می‌خواست و از بس که درباره‌اش بسیار چیزها را شنیده بود، امید داشت که یگان معجزه عیسی را می‌بیند. وی به عیسی سوال‌های بسیاری داد، ولی او هیچ جوابی نمی‌داد. کاهنان کلان و استادان شریعت باشند در آنجا ایستاده با شدت خشم و غضب او را عیبدار می نمودند. هرودوس همراه سربازانش عیسی را تحقیر و مسخره کرد. بعد به او جامه شاهانه پوشانده باز به نزد پیلاطس فرستاد. گرچند پیشتر هرودوس و پیلاطس با یکدیگر دشمن بودند، از همان روز سر کرده با هم دوست شدند. پیلاطس کاهنان کلان، راهبران و مردم را دعوت کرده و آنها گفت: شما این آدم را همچون ویران کننده خلق به نزد من آوردید. من در حضور شما به وی سوال داده فهمیدم که این آدم در یگان جنایتی که شما او را گناهکار میکنید عیبدار نیست. هرودوس هم در او یگان عیب نیافته او را باز به نزد ما فرستاد. پس این آدم هیچ کاری نکرده است که سزاوار مرگ باشد. من فرمان می دهم که او را قمچین کاری کنند و بعد آزاد می کنم. همین وقت همه با یک آواز داد زدند: قتل کنید او را، برای ما بارابا را آزاد کنید. بارابا آدمی بود که از برای برداشتن شورش در شهر و آدم کشی به حبس پرتافته شده بود. پیلاطس که عیسی را آزاد کردن می‌خواست، باز با آنها سخن گفت. ولی آنها داد می‌زدند: او را به صلیب میخکوب کنید، میخکوب کنید. پیلاطس بار سوم هم با آنها گفت: چرا؟ آخر او چی بدی کرده است؟ من در او هیچ عیبی نیافتم که سزاوار مرگ باشد. من او را قمچین کاری کرده آزاد می نمایم. ولی آنها به ایست با تمام آواز داد می زدند و طلب می کردند که عیسی به صلیب میخکوب کرده شود. آنها با داد و فریاد خود گپشان را گذراندند و پیلاطس همان حکم را برآورد که آنها طلب می کردند. موافق خواهش آنها و شخصی را که برای شورش و آدم کشی به حبس پرتافته شده بود آزاد کرد. عیسی را باشد به اختیار آنها سپارید.